حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به قسمت جدید پادکست با رمزا. خیلی خوشحال میشم با سابسکرایب کردن کانال و لایک و کامنت گذاشتن از آن حمایت کنید. مهمون این قسمت برنامه قرار بودش که آقای یانگمیر باشه که در 3 قسمت قبلی اسمشون خیلی به گوشتون خورده. هماهنگی هم باشون کردیم ولی در دقیقه‌های آخر کنسل کردم و گفتم من نمیتونم شرکت کنم. مسئله ای نداره، ما اسم هر کسی که در هر قسمت میاد ازش دعوت میکنیم که بیاد برای گفتگو و اینکه ایشون نپذیرفتن هیچ مسئله ای نداره و ما در این برنامه میزبان آقای دانیال بوستانی هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، بنده دانیال بوستانی هستم، فاوندر سرور پارسول پلی. امیدوارم که احوالتون خوب باشه مخاطبان عزیز و خدمت شما دوستان عزیز هستم. سوال اول راجع به این هستش که چجوری شد که با سرور رستک همکاری کردی و چرا در پایان همکاریتون با هم به مشکل خوردید و یک دعوا مانندی شکل گرفت؟ ماهان زدی ایشون با بنده حدود چند ماه پیش اومدن پیوی بنده به من درخواست دادن که حالا اصلا این مسائل از کجا شکل گرفت من خدمتتون توضیح میدم. ایشون اومد به من گفتش که آقای دانیال، بعد از آف شدن لاف سیتی اومد به من پیام داد، گفتش آقای دانیال. گفتم بله. گفتش که شما بیا سرور ما یک سروری میخوایم راه اندازی کنیم عین لاف سیتی. بعد خب منم اونقدر تجربیات الانمو نداشتم. خب گفت شما بیا یک سرور با هم راه اندازی میکنی فلان، تو هم منیجمنتش واسا. ایشون سرورش هیچ چیزی نداشت، یعنی از منیجمنت سرور هیچ چیزی نمیدونست. نه بلد بود چنل دیسکورد رو چجوری بسازه، نه بلد بود رولاشو چجوری قرار بده، نه بلد بود با پلیر چجوری مدیریت بکنه، پلیر رو چجوری مدیریت بکنه، چه گنگی به پلیر بده، چه زمانی سرور رو قسمت درآمد اقتصادی برسونه، درآمدزایی بکنه. هیچ چیزی رو نمیدونست. خب بنده وارد تیم استاف ایشون شدم. گفتش آقای دانیال شما بیا اینجا. من منیجمنتش واسطادم، واسه تیم استافش ادمین آوردم از دوستای خودم، تمامی استافا رو جمع کردم، استافا که میشناختم دوستانم بودن آوردم توی استاف ماهان زدی. این داستانا کلا دارم میگم رستک از کجا شکل گرفت. آقای ماهان زدی خوشش اومد من منیجمنت بودم، دوستانم میآوردم استاف منیجمنت ماهان زدی. یه مدت من بودم. ایشون عادتش بود تو همه چی دخالت بکنه، یعنی به همه موضوعات دوست داشت دخالت بکنه، دستشو بکنه تو همه موضوعات. مثلا میگفت شما مسئول اینی، شما مسئول اینی، یا من مسئول یه چیزی انتخاب میکردم، مثلا گفتم شما گنگ منیجری، شما مثلا فکشن منیجری، شما اینی، شما اونی. ایشون تو همه چی دخالت میکرد. مثلا شب میخوابیدیم صبح میومدیم میدیم یکی شده کرونه، شب میخوابیدیم صبح بیدار شدیم یکی شده اگزیکیوتیو ادمین. مثلا من استاف منیجر بودم دیگه، مگه وظیفه من نبود؟ چرا شما دخالت میکنید؟ خب آقا من سرور ماهان زدی و بنده، من این ادعا دارم که سرور ماهان زدی و بنده به 80 تا پلیر رسوندم. خب با مدیریتی که انجام دادم. آقای ماهان زدی ادعا میکنه که خودم به 80 تا پلیر رسوندم. من از همه جا پلیر واسه آقای ماهان زدی آوردم، از همه جا. خب چون واسم سرور رستک ارزش داشت. تا موقعی که آقای ماهان زدی ما باهاش بحثمون شد سر چه موضوعی، دقیقاً سر همین موضوع که ایشون تو همه مسائل دخالت میکنه. ما با همراه با آقای بامداد و بچه‌های تیممون با آقای ماهان زدی بحثمون شد. ما اومدیم کشیدیم خودمون رو کنار. خدا شاهده بنده هیچ اقدامی نسبت به تخریب سرور ایشون انجام ندادم، هیچی. دیولپر ایشون که آقای یانگمی و حالا آقای علوی الون و اینا بودن که من کاری ندارم. آقای علوی رو که من باهاشون تا حالا کار انجام ندادم. خب آقای سپر نگاتیو و اینا با آقای یانگمی، ایشون آقای یانگمی 150,000 تومان از آقای ماهان زدی طلب داشت. خب آقای ماهان زدی این هزینه رو پرداخت نمی‌کرد به آقای یانگمی و آقای یانگمی رو هی موکول میکرد به یه زمان دیگه. مثلا میگفت امشب میدم، فردا میدم، پس فردا میدم، پس اون فردا میدم. خب هی موکول میکرد. یک روز که من نبودم اصلا خونه و پشت سیستم و این مسائل نبودم، آقای یانگمی با 2 تا از ادمین هایی که من آورده بودم بدون اینکه به من اطلاع بدن میکشن زیر وی پی اس ایشون. خب وی پی اس ایشون رو تخریب میکنن، سرورش رو تخریب میکنن، به سرور دیسکوردش با دسترسی‌هایی که ادمین ها داشتن اتک میدن، یک سری از سرور دیسکوردش تخریب میشه. به همین علت کلا رستک آرپی زمین میخورد و از 80 تا پلیر میاد. ما 60 70 تا پلیر ثابت داشتیم هر روز، سرمون شلوغ بود. پله پله رستک داشت موفق میشد. واقعا سرور بود که پتانسیل خوبی داشت. آقای ماهان زدی کلا خوب بلدن بلوف بزنن.
اصلا فردی هستن که خوب بلوف میزنن، من باشون مشکلی هم نداشتم، خودشون دشمن تراشی میکنن واسه خودشون، یعنی من هیچ مشکلی باهاشون نداشتم. اون کسایی که کمک آقای یانگمیر کردن رنگشون داخل استف چی بود و چه اسمایی داشتن؟ کسایی که کمک آقای یانگمیر کردن رنگشون فکر میکنم مادریتور بود داخل تیم استف و بعدش به من اطلاع دادن. من گفتم به چه علت شما این کارو کردید؟ مگه من بهتون گفتم؟ گفت نه واقعا آقای ماهانزدی چیزه. اسمشون هم آقای رادین پیکس بود با آقای آدریان انسپی. خب این دو عزیز داخل سرور رستک رنگ داشتن و دسترسی به سرور دیسکورد داشتن که کمک آقای یانگمی کردن برای خاموش کردن سرور رستک رول پلی. خب ما هم مشکلی نداشتیم، گفتیم که آقا اوکیه. خب ما هیچ مشکلی با آقای ماهانزدی بنده نداشتم. آقای ماهانزدی خودش دشمن تراشی انجام میدن با تمام افرادی که در کنارشون هستن. خب خودشون دوست دارن واسه خودشون دشمن بتراشن، به بنده پیام میدن، تهدید میکنن، میگن شما بدی فلانی. من اصلا باهاش هیچ مشکلی نداشتم. خودشون، من با هیچ کسی مشکلی ندارم. گفتگوی قبلی ما که با آقای ماهانزدی بودش به این اشاره کردن که شما با آقای یانگمیر همکاری کردید و به سرور رستک اتک زدی. آیا اینو تایید میکنی یا نه؟ یانگمیر خیر اصلا. من این مطلبی رو توضیح بدم خدمتتون. ببینید آقای یانگمیر به هیچ وجه من الوجود مورد تایید بنده اصلا نیستن. خب ایشون یک فرد کلاهبردار هستن واقعا داخل کامیونیتی 5M و BMP. واقعا یک فرد کلاهبردار هستن. به چه علت من این مطلب رو عرض میکنم خدمتتون؟ بنده اصلا آقای یانگمیر رو از سرور رستک شناختم. خب و این اقدام تخریب سرور رستک هم دست بنده نبوده، خودشون هماهنگ کردن با همون 2 تا ادمین انجام دادن. به بنده هم خدا شاهده اصلا هیچ چیزی هماهنگ نشده بوده. خب آقای یانگمیر رو بنده شناختم. بعد از اینکه ما با تیممون اقدام کردیم که سرور پارس رول پلی بالا بیاریم همراه با آقای احمد رضا بامداد و رضا این دوستان، ما اقدام کردیم این سرور بالا بیاریم. ما گفتیم دیولپر کسی که کار بلد باشه آقای یانگمیر. ما نمیدونستیم، زیاد دیولپر که سر کار نداشتیم، ما بیشتر اونر و هارنکای استافای سرور متفاوتی بودیم، فاوندر نبودیم که. رفتیم برای اینکه اقدام کنیم این سرور بالا بیاریم با آقای یانگمیر صحبت کردیم. آقای یانگمیر قیمت اولیه‌شون چقدر بود؟ 6 میلیون تومان. ما با 6 میلیون تومان راضی شدیم که سرور پارس رول پلی بالا بیاریم. گفتش ایشون من تمامی مسائل سرور از 0 تا 100 بالا میارم، همه چی هم فیکس میکنم، تمامی مسائل و بدون باگ به شما بیس رو تحویل میدم، سرور رو تحویل میدم. گفتیم باش. ما وی پی اس رو خریداری کردیم. آقای یانگمیر میومد میشه سوئیس. آقا مشکل ما از اونجایی شروع شد که این آقا اصلا کار نمیکرد. خب اصلا کاری انجام نمیداد واسه سرور. میومد میشست داخل وایس، مثلا میگفتم امیر جوان اینو فیکس کن، فیکس میکنم. اینو فیکس کن، فیکس میکنم. این سیستمو فیکس کن، فیکس میکنم. موکول میکرد به یه زمان دیگه. بعد هیچ کاری انجام نمیداد. مثلا 2 ساعت میشه تو وایس هیچ کاری انجام نمیداد، میرفت. خب همه چی باگی داشت. بعد مثلا میگفتم امیر جوان ماشینا قفل نمیشه. خب میگفت اینا فیوچره، آپدیت های بعدی. میگفتم ماشین قفل نمیشه، چی فیوچر؟ بعد اینطوری میگم، میگفتش که اینو شما باید به من 800,000 تومان پرداخت کن، من فیکسش میکنم. خب که آقای بامداد رفت یه دونه اسکریپتی پیدا کرد رو همون بیس کیوبیکوری که ما داشتیم. یعنی ما بیس ما قبلش کیوبیکور بود. خب چیز نبود، کیوبیکور بود. بله. خب اون یکی اسمش حضور زن فراموش کردم. اومد تو داخل بیس کیوبیکور آقای بامداد یه سیستم پیدا کرد که اسمش چی بود؟ قفل کردن ماشین دیگه، سیستم قفل کردن ماشین. ایشون واسه اون سیستمی که داخل گوگل پابلیک بود اومد از ما میخواست 800,000 تومان بگیره که رو نصبش هم 10 دقیقه بیشتر طول نکشید. ایشون میگفت یه صبح تا شب زمان میبره بخوام روی وی پی اس نصبش کنم. ما نمیدونم، فکر کنم ما از پشت کوه اومدیم. حالا نمیدونم والا چی فکر میکنه پیش خودش. اما این موضوعی که هست اینه که آقای یانگمیر ما باهاش به مشکل خوردیم سر همین موضوعات که همش میخواد سر ما رو کلا بذاره. واسه یه دونه سیستم عوض کردن لباس از ما 200,000 تومان ایشون پول دریافت کرد. خب من خودم شخصا ایشون رو از دیولپرهای پارس رول پلی اخراج کردم و بیرون انداختم. خب خود بنده گفتم که شما اصلا کار نمی‌کنی، شما پاشو برو. ما 3 میلیون به ایشون پیش پرداخت دادیم. خب 3 میلیون تومان به ایشون پیش پرداخت دادیم قبل از اینکه اقدام بکنیم به بالا آوردن سرور پارس رول پلی. 3 میلیون ما پرداخت کردیم. خب این 3 میلیون تومانی که ما پرداخت کردیم
به هیچ جایی نرسید. یعنی ایشون عملا یک سرور با سورس های پابلیک واسه ما بالا آورد. خب با سورس های پابلیک واسه ما یک سرور بالا آورد که هیچ ارزشی واسه ما نداشت و پر باگ بود. سرور ما هیچ رابریش درست کار نمی‌کرد. ببینید آقای رمضانی، مثلا شما میتونید تنهایی بری با چیز استارت کنی، سرقت از اون کشتی تفریحی هستش داخل شهر دم ساحله، مثلا تنهایی میتونستی اون رو استارت کنی. خب یه باگ خیلی بزرگیه. ما مثلا میگفتیم رابریامون کلا باگ بود. ما رابری سنترال بانک نداشتیم. من میگفتم اد بده، اد نمیداد، میپیچوند. ما در نهایت اینکه آقای جوان ما ازشون شکایت کردیم و شکایتمون هم در حال رسیدگی هستش و روند پرونده در حال رسیدگی هستش و خب به زودی به یک نتایجی خواهد رسید این شکایتمون. این قسمت ویدیو من چند تا اسم میگم، شما نظرت راجع به این افراد به هم بگو. برای شروع از آقای ونوم شروع میکنم. آقای ونوم دیولپر خوبی بود تا یه زمانی. آقای ونوم دقیقاً این آقای امیر جوان آدم پشت گوش بندازی بود. خب آقای بارمان ونوم موقعی که با ما میخواست همکاری بکنه، بنده ایشون رو پیدا کردم، باهاش صحبتی انجام دادم. دیولپرای سرور پارس رو بنده پیدا میکردم به همراه آقای بامداد. ما پیداشون کردیم، باشون صحبتی انجام دادیم. ایشون به ما گفتش که من باگاتون رو فیکس میکنم، با این مبلغ خیلی کم قیمت داد. گفت با 1-2 تومن من کل باگاتون رو فیکس میکنم. اوکی. بعد اومد داخل استورسمون گفتش من حقیقتا با ES6 اکستندد زیاد آشنایتی ندارم. گفتش من ES6 کار نمیکنم. ایشون یه دوستی داشتن به نام آقای AK که حالا خیلی فرد مهربون و خوبی بودن واقعا. ایشون اومد گندکاری‌های آقای ونومو جمع کرد، اومد نشست باگای سرور فیکس کرد بدون اینکه هیچ هزینه‌ای دریافت بکنه. یعنی صرفا چون آقای ونومو ایشون ضمانت کرده بود که ایشون دیولپر خوبیه و کار بلده، اومد نشست. سرور ما بازم باگ داشت. ما کلا بیس رو عوض کردیم، بیس آقای جوان رو انداختیم دور، چون ایشون بکدور گذاشته بود داخل سورساش. بکدور گذاشته بود، یعنی میتونست وارد سورس هایی که گذاشته بود بشه و اون سورس رو تخریب بکنه، کلا دیلیتشون بکنه. بکدور داخل سورس ها قرار داده بود. بعد آقا ما اومدیم با آقای ونوم یه قراردادی بستیم، گفتیم که شما بیاین یه دونه سرور بزن. گفت نه، ما بیسو من کلا میخوام بیسو عوض کنم، میخوام بیس هازارد براتون بگیرم که قیمت بیس هازارد 3 میلیون تومان هستش، همراه با دستمزد خودم 2 میلیون 5 میلیون قابلتون نداره. ما اولش مقدار فکر کردیم، بعد راضی شدیم که 5 میلیون رو با آقای ونوم پرداخت بکنیم. 5 میلیون تومان ما با آقای ونوم پرداخت کردیم. ایشون اومد بیس رو نصب کرد، مشکلاتش رو فراهم کرد، فارسی سازی رو انجام داد روی بیس، همه چی خوب پیش رفت تا اینکه آقای ونوم شروع کرد به پشت گوش انداختن باگا. ما میگفتیم آقا یه دونه گانشاپ بیشتر نداریم، اونم گانشاپ مرکزی بغل کارشاپه، بقیه هم گانشاپمون کار نمیکنه. نه فیکس میکنم. رفت دیگه فیکس نکرد. بعد موضوعات بعدی رو هی گزارش دادیم، فیکس نمیکرد. اصلا فیکس نمیکرد. آقا هیچی. ما اقدام کردیم به اینکه از ایشون شکایت بکنیم، چون هزینه‌مون واقعا داشت تلف میشد و سرورمون افت کرد. سرور پارسول پلی ما 40-45 پلیر ثابت داشتیم. اوایل سرورمون واقعا خیلی خوبه، تعداد خوبیه واسه سروری که شناخته نشده است و تازه به کامیونیتی VMP اومده و فقط افرادش رو یک سری از افراد کامیونیتی VMP و 5 میشناسن. واقعا 40-45 تا عدد خیلی خوبیه که ما سرورمون به 51 پلیر رسید روزه. خب اما بحث اینه که آقای ونوم سورس های سرور ما که تهیه کرده بودن، این سورس ها لایسنس دار بود. نمیدونم چه اتفاقی افتاد که این لایسنس ها خراب شد و اکسپایر شد. لایسنس ها که اکسپایر شد دیگه هیچ پلیر و هیچ استفی نمیتونست به سرور کانکت بده. به سرور کانکت میداد، هیچ چیزی بالا نمیومد. یک صفحه مشکی شما مشاهده میکردی. وقتی که دکمه F8 رو میزدی، کل سورس و اسکریپت ها در حال ارور دادن بود. HUD ارور میداد، کاراکتر ارور میداد، HZ کاراکتر ارور میداد، همه چی ارور میداد. اصلا سرور بالا نمیومد. ما با آقای ونوم گزارش دادیم، ایشون گفتش من نمیدونم، بلد نیستم فیکس کنم، نمیدونم چی شده، ببین به پشتیبانی هازارد پیام بدید. ما رفتیم به پشتیبانی هازارد پیام دادیم، گفت اصلا شما سورسی از بنده خریداری نکردین، گردن نگیرید. و کل سورس ما زمین خورد و ما یک زمانی رو لازم داشتیم که دوباره یک بیس جدید رو ازش رونمایی بکنیم و به پلیر نشون بدیم. توی این
حالا احوالی که ما بودیم گفتیم از آقای بارمان ونوم ما باید شکایت بکنیم. چرا؟ چون حقوق ما ضایع شده، حقوق ما پایمال شده. ما از آقای بارمان ونوم شکایت کردیم، ابلاغیه که واسه ایشونه ارسال شد. بعدش آقای بارمان ونوم اومد 3 تا اسکریپت، 3 تا فایل واسه آقای بامداد ارسال کرد، واسه آقای احمد رضا ارسال کرد و پولم برگردوند. 2 میلیون از این 2 تومانی که ایشون دستمزدش بود، خب از این 2 میلیون تومانی که دستمزدش بود ما حدود 1,500,000 به ایشون برگردوندیم. خب 1,500,000 ایشون برگردوند به آقای احمد رضا، 1,500,000 برگردوند. 500,000 تومنش دستشون به خاطر زحماتی که حالا ما گفتیم واسه سرور ما کشیده. خب و 3 تا اسکریپت فرستاد که یه دونه اسپیناس قدیم بود، یه دونه اسپیناس جدید بود، یه دونه فایل ماشین و EUP و اینا بود که ما سعی کردیم هر چقدر از اینا استفاده کنیم زیاد اونقدر به کارمون نیومد و ما تصمیم گرفتیم سرور پارسال پلی خاموش کنیم برای یه مدتی. حالا مشخص نیست، شاید بعداً اقدام به ران بکنیم، اما نه ایرانیزه. اگه بخوایم ران بکنیم قطعاً ایرانیزه نخواهد و فعلا تصمیم رانش رو نداریم. نظرت راجع به آقای پرزیوال چیه و آیا تا الان با ایشون همکاری داشتید یا نداشتید؟ آقای پرزیوال ایشون خیلی فرد خوبی هستن، واقعا فرد کاربلد، واقعا فردی که داخل دیولپری سطحشون خیلی بالا هستش. اما متاسفانه بنده افتخار همکاری با آقای پرزیوال رو نداشتم. به چه علت؟ ما هر چقدر به ایشون پیام دادیم و اقدام به صحبت کردیم پاسخی از سمت آقای پرزیوال دریافت نکردیم. ایشون ما هر چقدر زنگ زدیم و پیام دادیم هیچ پاسخی به ما ندادن و خب ما موفق نشدیم که با ایشون بتونیم همکاری بکنیم. اما طبق پروژه‌هایی که بنده ازشون مشاهده کردم و بقیه مسائل، واقعا فرد کاربلدیه، واقعا یعنی بی‌نظیره. به نظر من بهترین سرور دیولپر داخل 5 اون VMP آقای پرزیوال هستش. برسیم به نفر سوم لیستمون که آقای ابوالفضل گاینی هستش. نظر شما راجع به آقای ابوالفضل گاینی چیه؟ آقای ابوالفضل گاینی ما باهاش یک هماهنگیاتی انجام دادیم، هماهنگ کردیم که ازشون یک سری لباس ها و ماشین ها بخریم، چون ایشون بالاخره شاپ ایرانیزه داشتن دیگه داخل دیسکورد. ما هماهنگیات لازم رو انجام دادیم واسه خرید و ایشون اومد نیروی انتظامی شهر پارس رو از ما درخواست کرد و گفتش من چیف فارم نیستم و من میخوام اونجا فعالیت بکنیم. ما گفتیم هیچ موردی نداره، عیبی نداره، اوکیه، هیچی. بعد از اینکه این اتفاق افتاد آقای گاینی روز ران سرور اصلا وارد سرور نشد، اصلا هیچ چیزی ما از ایشون مشاهده نکردیم مبنا بر این که ایشون بخواد وارد سرور پارسال پلی بشه. اصلا اهمیتی نداشت، چون خودش و تیمش میگفتن ما میخوایم بیایم پارسال پلی سرور پارسال پلی تو انتظامیشو گرفتیم بیایم اونجا پلی بدیم. ما قرار شد از این عزیزان یک سری مسائل خریداری بکنیم برای اینکه تامین بکنیم EUP ها و ماشین های سرورمون که در آخر آقای بامداد زحمت همه اینا کشید و یاد گرفت. اصلا آقای بامداد سر سرور پارسال پلی واقعا یک خودشون دیولپر شدن، یعنی الان 3 تا 100 بلد یک سرور بالا بیاره آقای بامداد انقدر که مسائل کشف کرده. نظرت راجع به مهیار چیه و دلیل اختلافتون با مهیار سر چی بوده؟ آقای مهیار ایشون با ما لجبازی داشتن داخل سرور لاف سیتی که بودیم. خب ما اونجا بالاخره استاف بودیم دیگه، ما هر موضوعی که به ایشون میگفتیم و میگفتیم این اتفاق افتاده یا اون اتفاق افتاده، آقای مهیار نمیدونم چرا اما خب این مقدار نمیدونم شاید تجربه اولشون بود یا نه، اطلاعی ندارم، چون ایشون این مقدار خودشون رو میگرفتن و یک غروری درونشون داشتن آقای مهیار. و خب ما هر موضوعی که به ایشون بیان میکردیم ایشون خیلی سریع از کنارش میگذشت و اصلا دوست نداشت که به ادراک اون موضوع برسه. واقعا ما هر چیزی که بهشون میگفتیم آقا من آف دیوتی بکنم، نه آن دیوتی بکن، نه این کار، نه کلا مخالف بودن. یعنی خب بعد مثلا یک مشکلی هم پیش می اومد یا مثلا تیکت ما باز میشد در ارتباط با یک جاج اشتباه،
من هر چقدر توضیح میدادم منیجمنت سرور لاو سیتی متوجه میشد. خب اما آقای مهیار دوست نداشت متوجه بشه، اصلا انگار نمیخواست بفهمه. اگر منیجمنت لاو سیتی حضور نداشت بنده 300 بار از استاف اومده بودم بیرون و فایر شده بودم، چون آقای منیجمنت لاو سیتی کلا متوجه موضوعات میشد و اون سوء تفاهم ها برطرف میشد. خب آقای مهیار نمیدونم همش اقدام میکرد ما رو فایر بکنه تیم استاف، هر روز اقدام پشت اقدام. نمیدونم چه مشکلی با ما داشت، من که باش مشکل نداشتم، ایشون با ما مشکل داشت. حقیقتا نمیدونم. در حال حاضر از بین این همه سروری که داخل VMP ران هستش، به نظرت کدوم سرور بدترین سرور از نظر RP هستش؟ بدترین سروری که میشه بهش اشاره کرد سرور لایت سیتی میتونه باشه، به خاطر اینکه این سرور در حال حاضر قشنگ با اوورلند داره یکی میشه، با اوورلند 5. این اوورلند 2 هستش یه جوری. خب به چه صورته؟ به این صورته که سرور لایت سیتی موقعی که شما وارد سرور میشی همون لحظه میمیری بدون هیچ دلیل، بعد تا ریپورت بدی، بگی رکورد بذاری، خب بگی آقا منو زدن، اینطوری شده اونطوری شده. بعد شما وقتی که ادمین زیاد وارد استافت بکنی استافت نابود میشه. این یه چیز خیلی بدیهیه. شما باید یک مقدار ادمین واسه خودت در نظر بگیری به مقدار پلیری که داری و فعالیت ادمین هات، همون مقدار رو شما وارد استافت بکنی. اگر بیشتر از اون مقدار وارد استافت بکنی استافت تخریب میشه. خب مثلا شما فرض کن یه دفعه میای تو 20 نفر آدم استاف آنلاینن، خب مثلا ریپورت ها کلا سرور 10 تا پلیر داره، 30 تا پلیر داره، 20 تاشون استافن. چه دردی میخوره؟ از این تعداد پلیرایی که سرور لایت سیتی داره در حال حاضر مثلا 70 80 تا هستن، من به شما قول میدم 35 تا الی 40 تاشون ادمینن، 30 تاشون ادمینن، همشون ادمینن. شما استاف وایسای لایت سیتی رو که نگاه بکنی به کل استاف همه است استافن. خب فایده ای نداره. شما باید تعداد پلیر تو ببری بالا، تعداد ادمینا تو به یک حدی برسونی که همه علاقه‌مند باشن بیان تو استافت ببینن استافت چیه. استافت رو نباید شو بکنی به پلیر که جذابیت از بین بره. اما لایت سیتی متاسفانه این کار رو انجام نداده. اگر میتونستی یکی از سرورهایی که در حال حاضر روی VMP ران هستش رو آف کنی برای همیشه، کدوم سرور آف میکردی و چرا؟ سروری که خواستم آف بکنم سرور ردلاین هستش، چون فکر میکنم لایق این همه پلیر نیست. به چه علت؟ به این علت که سرور ردلاین لایق این تعداد پلیری که داره نیستش. حالا من نمیدونم، چون رفتارشون با پلیر اصلا جالب نیستش. اصلا سرور ردلاین با پلیرها خیلی بد صحبت میکنن. پلیری که نادانه، من خودم داخل سرورشون بودم دیگه، مثلا شما اونجا همه رو داخل CS میبینی، خب یا یعنی ادمیناشون 1 و 2 نمیبدندشون 1 CS صحبت اصلا با پلیر انجام نمیدن. رفتار با پلیر خیلی مهمه، خیلی مهمه. سرور ردلاین لایق این همه پلیر نیست. رسیدیم به آخر برنامه. اگر نکته یا مسئله‌ای هستش که دوست داری بگی بگو. بله، من یه نکته میگم و از حضور شما و مخاطبان عزیز مرخص میشه. داخل موقعی که شما میخواین سرور بزنی و یا حالا اقدام میکنی که وارد استاف یک سرور بشین، حتما سرورتون رو بشناسید، حتما، و واسه تک تک لحظه هاتون که داخل اون سرور هستین برنامه‌ریزی داشته باشید، چه از لحاظ ادمینی و چه از لحاظ پلیر بودن، چون واقعا این موضوع داره اهمیت هستش. اگر واقعا میخواین از لحظاتی که داخل VMP یا فایرم هستین لذت ببرین، حتما این کار رو انجام بدید. خیلی تشکر میکنم از آقای دانیال بوستانی که وقتشون رو در اختیار بنده قرار دادن و به پادکست با رمزا آمدن. تشکر ویژه میکنم ازشون و خیلی تشکر میکنم از شما دوستان که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. خیلی خوشحال میشم با سابسکرایب کردن کانال و لایک و کامنت گذاشتن از ما حمایت کنید. خیلی دوست داشتیم پنجشنبه هم همراه شما باشیم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه خیلی سرمون شلوغه، سرور لینکس هم داره از راه میرسه. انشالله هر یک شنبه قسمت جدید
پادکست با رمزا از همین چنل منتشر میشه. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.